سلام بچه ها، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه. امروز اومدم با ویدیوی آموزشی یوتیوب به عنوان اولین ویدیوی من در کانال یوتیوبم در عربستان. خب ما اومدیم که زبان عربی معرفی کنیم، بعد لهجه های زبان عربی. خب زبان عربی کلاً 420 میلیون گویشگر داره در 28 کشور، دارای 25 لهجه اصلی و زیر لهجه هست. یعنی با لهجه اصلی به اضافه زیر لهجه هاش میشه 25 تا. خب میخوایم که این لهجه ها رو بشناسیم. برای چی؟ برای اینکه ببینیم کدومش برای ما مؤثرتره و ببینیم که کدومش مفیدتره یا به چه دردی میخوره. خب اولین چیزی که میخوایم بگیم، زبان عربی کلاً به 3 دسته تقسیم میشه: رسمی، کلاسیک، محاوره. عربی کلاسیک همون زبان قرآن کریمه و متون ادبی تاریخی. یعنی این عربی کلاسیک به واسطه چی موندگار هست و ما الان میشناسیمش؟ به واسطه همین متون ادبی تاریخی و قرآن کریم. یعنی اگه این نبود ما الان هیچ پیش زمینی از عربی کلاسیک نداشتیم. و میگه که این نسخه از زبان عربی در مراسم مذهبی و متون رسمی کاربرد داره. اما چجوری رسمی؟ بیاین اینجا. عربی استاندارد یا مدرن میشه همون عربی فصیح که اون عربی فصیح زبان رسمی رسانه هاست، مثلا برای اخبار، آموزش، برای مدارس و دانشگاه های عربی، مکاتبات دولتی که اینم برای نامه های دولتی و اینجور چیزاست که خیلی استفاده میشه در این موضوع هایی که گفتم. اما همون عربی کلاسیکه ولی واژگان جدید داره. عربی محاوره‌ای لهجه های متنوع داره، خب در مناطق متنوع و در گفتگوهای روزمره استفاده میشه و همچنین از منطقه به منطقه دیگر تفاوت داره. چرا؟ چون لهجه‌ای به لهجه‌ای دیگره. بعد لهجه عربی مصری. اولین لهجه که میخوایم بگیم، ما شروع کنیم از لهجه مصریه که 100 میلیون گویشگر داره در کشور مصر. یعنی مخصوص خود کشور مصر، پرکاربردترین و شناخته‌ترین لهجه در جهان عربه. چرا که صنعت فیلم و موسیقیش خیلی زیادتره، بیشتره و رواج یافته تره. و اما ویژگی متفاوتی که داره، حرف قاف رو به صورت همزه تلفظ میکنه. مثلا بگیم قاله در فصیح، اگه بگم قاله در خود این لهجه عربی مصری آله گفته میشه. و همچنین برای افعال مضارع از به استفاده میشه. مثلا همینجوری که اینجا نشون دادم بهتون، مثال آوردم، میگه انا بتکلم مصری، و در حالی که در فصیح میگیم انا اتکلم مصری. و این تفاوتشه. این دوتا ویژگی خیلی رایجه و گرن ویژگی های دیگه هم داره. خب لهجه عربی شامی شامل چه کشورهایی هستن؟ لبنان، سوریه، اردن، فلسطین. این 4 کشور رو شامل میشه. 32 میلیون گویشگر داره و لهجه‌ای که خیلی به عربی فصیح نزدیک تره. اما ویژگی هاش چیست؟ استفاده از راه برای زمان آینده. مثلا در حالی که در عربی فصیح از سین و سوفا برای زمان آینده استفاده میکنیم، اما این بیشتر برای لهجه عربی شامی از ره استفاده میکنن. همچنین یه تلفظ نرمتر داره نسبت به سایر لهجه ها. یعنی تلفظی که خشک و خالی نیست، بیروح نیست، لهجه‌ای که میگم خیلی به دل زیادتر میشینه، اینجوری بگم بهتره. زیرشاخه‌های متنوعی داره، مثلا همون لبنانی و سوری داره که این با هم تفاوت‌هایی دارن و زیر شاخه درست کردن. همچنین به دلیل اینکه از مثلا
به اون کشورها نزدیکترن تقریبا از زبانهای آرامی و فرانسوی و انگلیسی هم بهره بردن. مثال هم که براتون آوردم، انا راح الروح علی البیت، این برای مثلا همینه، برای زمان آینده من به خانه خواهم رفت، در حالی که مثلا این مختص لهجه شامی و برای لهجه فارسی یا دیگر لهجه ها این نیست، این مخصوص شامیه. خب لهجه بعدی عربی مراکشی و مغربیه. خب این کدوم کشورها رو در بر میگیره؟ این مراکش و الجزایر، تونس و لیبی و با بیش از 70 میلیون گویشگر داره و این منطقه به مغرب عربی بیشتر شناخته شده و در قسمت غرب منطقه هست. اما تأثیرات زبانی، زبان‌هایی که روی این لهجه و روی این زبان عربیشون تأثیر گذاشته بیشتر زبان‌های فرانسوی و اسپانیایی و اینا بوده. و چرا؟ به خاطر که به فرانسه و اسپانیا و کلا اروپا تقریبا نزدیکتره، واسه همینه. و اما این لهجه خیلی دشوارتره برای عرب زبان‌های دیگه حتی. به دلیل چی؟ به دلیل تلفظ متفاوت، ببخشید بچه ها، تلفظ متفاوت، سرعت گفتار بالا و واژگان خاصی که داره. الان مثلا فرانسوی و یا اسپانیایی و بیاین تصور کنین که خودشون چقدر سختن، چقدر کلمات سختی دارن، حالا اومدن روی عربی تأثیر گذاشتن، این عربی مراکشی و مغربی، و دیگه اینم به خودی خود اتومات چیز شده، سخت شده. و اما مثالی که هست، مثلا اگه بگه آیا مراکشی صحبت میکنی، میگه واشک تکلم دارجه. ببین چقدر سخته، واسه همینه. خب بعدی لهجه عربی خلیجی، این در کدوم کشورهای؟ در کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس، شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر، عمان اینا هست و دارای 36 میلیون گویشوره. برای کسایی که میخوان تجارت کنن یا سفرهای خارجی که به دبی و اینا میرن یا به حج میرن، این لهجه خیلی بهتره براشون که آموزش ببینن و اینو یاد بگیرن، چون دیگه این واسه اونا خیلی بهتره. بعد ویژگی بچه‌هاش چیه؟ حرف قاف رو به صورت گ در برخی مناطق تلفظ میشه که اینم بچه ها مثلا قاعده خاصی نیست، برای بعضی کلمات هست، برای بعضی کلمات نیست. و حفظ بسیاری از عناصر عربی کلاسیک، اینا مثلا بیشتر پایبند بودن به همون عربی فصیح و تا جایی که تونستن بیشتر رعایتش کردن، در حالی که در لهجه مراکشی و مغربی این حفظ عناصر نیست. بعد تأثیر پذیری از زبانهای فارسی و هندی و انگلیسی، چون به این مناطق بیشتر ارتباط دارن با این مناطق. انگلیسی ها، هندی ها مثلا بیشتر در امارات متحده عربی، در دبی بیشتر هستن هندی ها، واسه همین احتمالاً به خاطر این تأثیر پذیری بیشتری داشته، یا از تاریخ که اینا با هم ارتباطات بیشتری داشتن. بعد واژگان مثلا این دریانوردی و صید مروارید و اینا بیشتر تأثیر پذیری داشته. لهجه عربی عراقی، لهجه عربی عراقی لهجه‌ایه که شاید بیشتر ما ایرانیان به این تقریبا نزدیکتر باشیم، چرا که با عراق خیلی بیشتر ما نزدیکتر. خب حدود 23 میلیون گویشور داره. لهجه متأثر از زبانهای فارسی و ترکی و کردی داره و پلی میان لهجه خلیجی و شامی. چرا؟ چون ما بین کشورهای مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس هست و همچنین ما بین این کشور و این کشورهای گفتم حاشیه خلیج فارس و کشورهای مثل سوریه و لبنان و اینا هست، واسه این مثل پل عمل میکنه. بعد ویژگی های آوایش چیه؟ حرف قاف رو به صورت گ
مثل همون خلیجی ها میگن مثلا به جای اینکه بگن قالا میگن گالا، در حالی که مصری میگفت به قاله میگفت آلا. بعد یه ریتم نرمی داره، بعد صداها رو میکشن، معمولا صداها رو میکشن و د و دال به جای زال در برخی موارد استفاده میشه. همچنین این لهجه عربی با لهجه دیگه تفاوت داره. خب اما در خود لهجه عراقی هم تفاوت داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا در عراق شهری مثل بغداد باشه شهری مثل بصره یا موصل یه تفاوت دارن، مثلا از شهری به شهر دیگه در عراق یکم تفاوت دارن. لهجه های شمالی به خاطر اینکه به اقلیم کردستان خیلی نزدیکتره متأثر از کردی بوده. لهجه های جنوبیش هم به خاطر اینکه به خلیج و به کشورهای خلیجی نزدیکتر بوده بیشتر از اون تأثیر پذیرفته. مثلا شترید یعنی چی میخوای، شترید چی میخوای، به جای مازا ترید. خب عربی استاندارد همون عربی فصیحه. اما الان بیان یه تفاوت و شباهت های کلی لهجه ها رو بگیم. خب در لهجه مصری خب تاثیرات خارجی رو میگیم، مثلا کلمه الان رو به عنوان تفاوتاشون، مثلا کلمه الان رو بررسی میکنیم که چه تفاوتی با هم دارن. بعد تلفظ حرف قاف. خب در لهجه مصری قاف رو به صورت همزه تلفظ میکنن. در لهجه شامی قاف رو به صورت قا یا تلفظ میکنن. بچه‌ها این بیشتر سماعیه. خب یعنی یه قاعده خاصی نیست در چه مواردی قاف باشه در چه مواردی باشه همزه. این بیشتر به صورت شنیداری و سماعی، یعنی هر جور که عرب ها گفتن باید ما هم مثلا بگیم خب باشه اوکی و ما هم همون جور بگیم. بعد مغربی ها عربای مغربی حرف قاف رو به صورت همون قاف، خلیجی ها به صورت گ یا خ. بازم اینجا هم سماعیه، برای برخی کلمات صدق میکنه برای برخی کلمات صدق نمیکنه، برای برخی کلمات گاف یا برای برخی کلمات گ و برای برخی کلمات دیگه قاف. عربی عراقی قاف را به صورت گ استفاده میکنه. خب الان میایم کلمه الان اکنون رو بررسی میکنیم در انواع لهجه ها. در لهجه مصری به الان میگن دلوقتی. خب در شامی هلق یعنی الان هلق. خب در مغربی مثلا دروک. ببینین بچه ها گفتیم که در مغربی زبان سختریه. چرا؟ ببین مثلا خیلی خیلی انگار دوره از اون عربی اصلی. در خلیجی میگن الحین. خب در عراقی میگن حسا. خب تاثیرات خارجی گفتیم از لهجه مصری از ترکی و فرانسوی استفاده میکنه، تأثیر میپذیره. لهجه شامی از آرامی و فرانسوی، لهجه مغربی از فرانسه و اسپانیا و بربری تقریبا، که من خیلی با بربری آشنا نیستم ولی گفتم که بهتون بگم. و خلیجی خب با فارسی و هندی خیلی بیشتر تأثیر میپذیره و همون جور که میدونید خلیج فارس مشترک با ایران و کشورهای عربی. بعد عراقی از فارسی و کردی و ترکی استفاده میشه و چه مثلا این فارسی خیلی داریم، کلمه مشترک خیلی داریم تا دلت بخواد. همون کردی اگه مثال براش بیارم همون حسا. خب در کردی به الان میگن استا. خب من چون کرد زبانم میدونم به کردی میگن استا و همون استا در عربی لهجه عراقی میگن حسا. ترکی هم خیلی از مثلا جام به معنی شیشه اینم میگن جام تقریبا، توی یه سری وقتهایی میگن جام. خب بعدی
حالا چالش ها و فرصت های یادگیری لهجه عربی چی هستند؟ مثلا چه چالشی دارن؟ چه فرصت هایی رو برای شما فراهم میکنن؟ واسه انتخاب لهجه‌تون بچه‌ها ببینین کشور مقصد شما، مثلا کشوری که بخواین در آینده به اون مهاجرت کنین یا با اون ارتباط بگیرین یا علاقه‌ای که دارین کجاست و همون لهجه متناسب با اونجا رو. اگه به دوست دارین مثلا یه زمانی به مصر سفر کنید، خب تقریبا لهجه مصری رو باید انتخاب کنید. و یه چیز مهمتری که هست بچه‌ها، لطفاً قبل اینکه شما لهجه رو یاد بگیرین فصیح رو یاد بگیرین. فصیح رو باید اول بدونین بعد اون لهجه مختلف. چرا؟ چون اون معیاره و وقتی اونو یاد میگیرین لهجه ها هم شاید خیلی آسان‌تر یاد بگیرین. الان میگه لهجه مصری و شامی به خاطر اینکه رسانه ها و فیلم ها و موسیقی های بیشتری دارن برای یادگیری آسان تر. منابعش هم طبق معمول و معمولا قاعدتا منابع یادگیریشون دیگه آسان تر براتون پیدا میشه. شما اگه فیلماشون رو استفاده کنی، سریال یا موسیقیاشون رو دیگه بهتر میتونی یاد بگیری و منابع زیادتری در اختیار شما هست. اما اپلیکیشن هایی هم هست مخصوص لهجه های عربی و همچنین برنامه هایی هست برای یادگیری زبان عربی. و اما کاربرد عملی، باید بچه ها هر زبانی که یاد میگیرین باید به صورت عملی نه ذهنی یاد بگیرین. مثلا تمرین مکالمه با گویشوران بومی اونجا مثلا ارتباط بگیرید. به لطف اینترنت و انواع پیام‌رسان های اینترنتی مثل اینستا، واتساپ، تیک تاک، هر چی که دلت بخواد، اسنپ چت، اینا که بخواین راحت میتونین با اینا باهاشون ارتباط بگیرید. بعد سفر به کشورهای عربی، این خیلی واقعا بچه ها محیط همیشه تاثیر داره. اگه در محیط قرار بگیرین خیلی زودتر و بهتر میتونی یاد بگیرین و فرهنگاشون هم بشناسین، ببینین فرهنگشون چیه، چینیه. به وقتی بچه ها خب درک لهجه و عنوان نشانه هویت فرهنگی گفتم که یاد بگیرین فرهنگشون چیه و اینا رو یاد بگیرین. برای خودتونم اطلاعات جالبیه و به نظرم ضرر نمی‌کنین، کار خوبیه. اما در نهایت زبان عربی لهجه های زیادی داره، متفاوتی داره، در واژه، تلفظ و ساختار و اینا تفاوت داره، لهجه های متنوع داره و همین لهجه های متنوع زبان عربی رو شیرین کرده. زبان زیباییه، غنیه. چرا؟ چون که این لهجه های متفاوت داره، کلمات بسیار متفاوتی دارن. یعنی الان برای یک مفهوم کلمات بسیاری داره. مثلا برای اسب مثلا فرس، حصان، خیلی چیزهای دیگر رو استفاده میکنن و انتخاب لهجه مناسب رو برای یادگیری بستگی به هدف شما داره. مثلا میخواین با اون زبان تجارت کنید یا در حیطه فرهنگی باشه، شعر باشه. منطقه مورد نظرتون که مثلا در آینده بخواین با اون ارتباط بگیرین کجاست، اینم و لهجه رو تعیین میکنه. احترام به تنوع لهجه ها نشانه احترامه. خب اینم که گفتیم احترام به هر زبانی، به هر لهجه‌ای بسیار مهمه بچه، بسیار. و در نهایت تموم شد، کار ما تموم شد. امیدوارم که بسیار لذت برده باشید، امیدوارم که مفید باشه براتون. خیلی خوشحال شدم که با من بودید. مرسی که تا انتهای ویدیو با من اومدید. امیدوارم که ویدیوهای بیشتر و مفیدتر و با کیفیت‌تر براتون بذارم. خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که مفید باشه و کاربردی. بدرود، خدا حافظ، مواظب خودتون باشین بچه‌ها.